بر شما. خوشحالیم که بار دیگر در خدمتتون هستیم. ما مبحث ریاضی مهندسی رو امروز خدمتتون ادامه میدیم. در ادامه مباحث ما 3 قسمت ریاضی مهندسی سری فوریه رو در خدمتتون بودیم. امروز یکی از در واقع استفاده های از سری فوریه برای بعضی از محاسبات جالب سری های نامتناهی اتحاد پارسوال رو خدمتتون ارائه میکنیم. امیدواریم که مورد استفادهتون قرار بگیرید که از مطالب بسیار مهم هست. به دوستانتون ما رو معرفی کنید، لایک، سابسکرایب فراموش نشه، نظراتتون برای ما کامنت کنیم که ما بهتر بتونیم در خدمتتون باشیم. عزیزان، اتحاد پارسوال در مورد ضرایب فوریه استفاده میشه. ببینید فرمول کلیش یک الوم انتگرال منهای ال تا ال F2 x dx و مساوی به آصف به توان 2 دوم به اضافه سیگمای از یک تا بی نهایت مجموع مربعات ضرایب هست، یعنی AN2 و BN2. البته این آصف به توان 2 دوم یا نصف در واقع آصف 2 زمانی که آصف رو اون یک الوم استفاده کنیم، مثل مثالی که ما دفعه قبل حل کردیم. تو مأخذی که آصف رو 1/2L میگیرن و توی خود ضرایب فوریه آصف دوم به کار نمیبرن، آصف خالی، اونها 2 آصف 2 به کار میبرن، اون آصفی که اونها حساب میکنن. ولی آصفی که با 1 الوم حساب میشه آصف 2/2 خواهد بود. این قضیه دیرکشن رو من اینجا مطرح کردم که گاهی این هم خیلی جالبه برای جاگذاری های توی جواب سری فوریه. اگه ما ببینید تابع، چون ممکنه ما از تابع تیکه‌ای هموار متناوب استفاده میکنیم، مثلا این تابع در یک قسمتی مثل آتابع رسم میشه و ادامهش میدن از چپ و راست. ببینید اگه در نقطه آ بخوایم مقدار اف آر حساب کنیم، ما 2 مقدار داریم و ممکنه هیچ کدوم از اینها مقدار واقعی نباشه، یعنی حتی تو خالی باشه، مثلا فکر کنید، یا تو پر، که نمیتونه هر دو البته تو پر هم باشه. ما مقدار متوسطشون رو در نظر میگیریم، یعنی اگه لازم شد مثلا اف نقطه مثلا اینجا منهای 1 رو حساب کنیم، فرضاً آ منهای 1 باشه، شما یه مقدارش مثلا از طرف راست 1 باشه، از طرف چپ 2 باشه، مثلا متوسط اینا 1 2 مثلا جمع میکنید تقسیم بر 2 3/2 رسونه. این هم قسمت قضیه دیرکتری که اشاره میکنن این هست. یه مثالی رو من خدمتتون میزنم ببینید که این اتحاد پارسوال مطرح بشه. ببینید فکر کنیم ما تابع fx مساوی با x2 که تابع زوج هست در x به توان 2 در بازه منهای p تا p، فکر کنید این رد شده باشه و این رو میدونید تابع متناوبی نیست، ولی ما فکر کنیم که این رو به همین ترتیب ادامه میدن از پی به اون ور و قبل از منهای پی و این رو در این بازه در واقع بازه تناوبش در نظر، در واقع تی یا همون دوره تناوب 2L مساوی با 2P خواهد بود، یعنی از پی منهای پی و Lمون به تب پیه. ما ضرایب رو اگر در واقع سری فوریه رو داره حل میکنیم، چون زوج هست پس در واقع یعنی فوریه سری فوریه کوسینوسی داره، بنابراین بی ان که 0 خواهد بود. آ صفرمون رو میگیریم برای حالت زوج میشد 2 الوم یا 2 پیومه انتگرال از 0 تا ال، در واقع 0 تا پیه اینجا x2 dx که خب این میشه 1/3 x3 و در واقع 2 پیومه 1/3 x3 و از 0 تا پی و جاگذاری کنیم میشه P3 منهای 0 که P3 در این میشه کلاً 2/3P. خب در واقع این P3 خواهد شد به P میشه P2 2P2 سوم در است، چون P به توان 3 به روی P هم خواهد بود و 2 سوم هم که داره. این در واقع و آلمون هم باید حساب کنیم که میشد 2 الوم باز 2 پیوم انتگرال از 0 تا پی x2 کوسینوس n پی الوم n پی پیوم x که میشه همون nx dx و این رو از راه حالت کراس مانند میرفتیم، یعنی اینجا x2 2x مشتقش بعد x
و بعد آخر صفر و این بر کوسینوس NX رو میگرفتیم و انتگرال میگرفتیم، میشد 1 انوم سینوس NX، دفعه بعد منهای 1 انوم که میشه منهای 1 به روی N2 کوسینوس NX و اینجا میشه دوباره 1 انوم، میشه منفی 1 به روی N3 در اصل سینوس NX و یه در میون اینا رو مثبت منفی میکردیم اگرتون باشه، در واقع ضرب دری در نظر میگرفتیم و مثبت منفی و مثبت. پس آینمون نهایتاً به شکل مساوی با میشه 2 پیومه اگر در نظر بگیریم x2 در 1 انوم میشه x2 انوم کوسینوس x2 انوم سینوس هست، سینوس nx و بعد علامتش منفی در منفی باز میشه مثبت باز 2x به روی n2 میشه 2x به روی n2 و کوسینوس nx و باز ادامه داره میشه مثبت در اینم منفیه میشه منفی 1 به روی n3 سینوس nx از 0 تا پی. حالا اگر اینا رو جاگذاری کنیم با توجه به ترفندهای مثلثاتی که خواهیم داشت، پی اگه بذاریم سینوسای NP 0 خواهد بود و کوسینوس NP میمونه که کوسینوس NP هم قبلا گفتیم کوسینوس NP هر جا لازم شد منهای 1 به توان n هست. پس میشه فقط این جمله میمونه تو قسمت اول. پس 2 پیوم سر جاش، اینها صفرن، پی رو که میذاریم NP سینوس NP و میشه منهای 1 به توان n. این هم به جاش پی میذاریم پس کلا میشه 2 پی به روی n2 منهای 1 به توان n. این فعلا. بعد منهای باید صفر رو جایگزین، صفر هم همه این جملات هم بین میره چون همشون x داره آخری هم که نداره سینوس و همین میشه و این اگه ساده کنیم میشه 4 پی هم با پی پس با این حساب میره و فقط میمونه 4 به روی n2 4 به روی n2 و منفی 1 به توان n که حالا اونم تو صورت این نمونه. پس سری فوریمون خواهد شد، بخوام کامل اینجا بنویسمش بالا، پس تابمون یادتون باشه x2 بود در بازی منهای پی تا پی که سری فوریه تا چون زوج بود سری فوریه کوسینوسی داشت و حالا خود تابمون که fx هست در واقع fxمون که fxمون همون در واقع x2 یا x2 مون میشه، ما آصف رو چون با 1 الوم حل کردیم پس میشه آصف دوم و آصفمون شده بود 2 پی 2 سوم پس نصفش کنیم میشه پی 2 سوم آصفمون آصف دوم به اضافه زیگمای از 1 تا بی نهایت آن داریم که 4 به روی n2 منفی 1 به توان n که میتونه همون صورت هم باشه در کوسینوس NP ادامه x یعنی همون nx. این سری فوری همونه. جملاتش هم باز کنیم میشه پی 2 سوم به اضافه 1 بذاریم میشه منفی، در واقع میشه منفی 4 یکم میشه منفی 4 تا کوسینوس x، بعدی 2 بذاریم مثبت خواهد شد، اینم 2 تا 2 4 میره با هم به اضافه کوسینوس 2x دوباره منهای نمیدونم 4 نهمه کوسینوس x تا آخر، یعنی یک سری فوریه به این شکل. پس x2 در واقع معادل با این مجموع بی‌نهایت جملات کوسینوسی و با ضریب ثابت پی 2 سوم. حالا ما اگه بخوایم اتحاد پارسوال رو روی این اجرا کنیم ببینیم به چه شکلی در میاد. خب ما این رو مرور کردیم در واقع سری فوریه رو و الان میخوایم پارسوال رو نشون بدیم ببینیم به چه تساوی جالبی خواهیم رسید. یک سری فوریه بسیار جالبی رو در ریاضی مقدارش رو به دست خواهیم آورد. به چه شکل؟ فرمولش بود منفی در واقع 1 الوم
که اینجا یک المون پی بود، پس خواهیم داشت سری پولی یک پیوم انتگرال منهای ال تا ال یعنی منهای پی تا پی اف 2 ایکس. خود تابع اف ایکسمون ایکس 2 بوده، ایکس 2 به توان 2 میشه ایکس 4. ببینید دی ایکس اف 2 ایکس مساوی با در واقع میشد با صفری که ما حساب کردیم که در واقع دو تا آصفر، در واقع آصف 2 به توان 2 دوم، آصفرمون خودش 2 پی 2 سوم بود. خب حالا این به توان 2 تازه تقسیم بر 2 به اضافه زیگمای n یا یک تا بی نهایت، فقط آین داریم بی ان هم نداریم. آینمون همین 4 در منفی 1 به توان n به روی n2 کلش به توان 2 به اضافه بی n2 که صفره. حالا این انتگرال که میشه 1/5 x5 در واقع زوج هم هست. ببینید انتگرال هم میتونید طرف هم بزنید، چون زوجه بگیم 2 برابرش کنی از 0 تا پی، در واقع این رو جایگزین کنیم به جایش مثلا 2 پیوم از 0 تا پی فکر کنید x4 dx. البته اینطوری هم میشه، جوابش برابر میشه 1/5 x5 بعد پی بذاریم 0 بذاریم کم کنیم میشه فقط پی 5 پنجم در 2 هم که ضرب بشه یه پیش میره، پس میشه در واقع 2 پی 4 پنجم یعنی 2/5 پی 4 مساوی با اون برم این 4 پی 4 نهم تقسیم بر 2 میشه 2 پی 4 نهم. ببینید به اضافه این هم اگه ساده کنیم میشه 16 منهای 1 به توان، حالا این جالب اینه که به صورت 16 منهای 1 به توان n هست، حالا به توان 2 هم برسه میشه 2n، به توان زوج میشه منهای 1 به توان زوج اصلا 1 میشه دیگه هست میشه و این هم n4. در واقع ضریبش هم میتونیم بیاریم پشت 16 هست زیگمای 1 تا بی نهایت بالا میشه 1 به روی n4 و این الان برای به دست آوردن زیگمای 1 تا بی نهایت 1 به روی n4 به درد میخوره. این سری ببین چقدر قشنگ این به دست میاد. الان باید اینو ببریم اونور از هم کم کنیم بعد تقسیم بر 16 بکنیم. ببینید من دیگه این کار انجام میدم میارم اینور و اینا مخرج مشترکشون رو اگه بکنین 45 میشه و بیاد اینور میشه 18 منهای 10 18 n4 میشه 8 n4 اگه اشتباه نکرده باشیم و این با 16 برها ساده میشه، نهایتا میشه جواب n4 به روی 90. در واقع بخش n نیست، این اینا پی هن، بخش پی یه لحظه اون بر n4 بود این برم خیلی شبیه هم. ببینید در واقع این پیه دیگه، آره میشه پس پی 4 و اینجا پی 4 90. خیلی جالبه، یعنی سیگمای 1 تا بی نهایت 1 به روی 4، یعنی اینه که بازش کنم قشنگ‌تره. ببینید یعنی 1 به روی 1 به توان 4 که میشه 1 به اضافه 1 به روی 2 به توان 4 به اضافه 1 به روی 3 به توان 4 برو تا بی نهایت، مجموع بی نهایت جمله جوابش پی 4 90. و جالب اینه که این سری از راه دیگه‌ای غیر از استفاده از سری نامتناهی فوریه کوسینوسی این تابع x2 و اونم از استفاده از اتحاد پارسوالش خیلی سخت میتونه این سری حل بشه و خیلی سری‌های دیگه که از اتحاد پارسوال و با کمک سری فوریه قابل حلن. مثلا شما میام تو این تابع، مثلا تو سری فوریه که ما الان داریم به جای x0 میذارم مثلا f0 حساب میکنم که این بر 0 میشه و اون بر مثلا میشه پی 2 سوم به اضافه سیگمای 4 منهای 1 به توان n به روی n2 کوسین 0 که 1 و این سری 4 در منفی 1 به توان یا منفی 1 به توان n به روی n2 رو سریشو حساب میکنم میره اون بر میشه مثلا منفی پی 2 12 تقسیم است و این که قبلا هم فکر میکنم حل کردم براتون. ولی ما اینجا میخواستیم سری اتحاد پارسوال رو بررسی کنیم و ببینیم که چه سری‌های نامتناهی جالبی رو میشه با کمکش به دست آورد. خیلی ممنون که توجه کردید به
آموزش ما. امیدوارم که کاملا استفاده کرده باشید، لذت ببرید. این یکی از مباحث بسیار مهم در سری فوریه بود. ما مباحث بعدی انتگرال فوریه رو خدمتتون و تبدیل فوریه رو شروع خواهیم کرد در جلسات بعدی. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. ما رو فراموش نکنید، بعضیتون مطرح معرفی کنید، لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خیلی ممنون از توجهتون. ارادتمند شما، صادقی.